خب جوجه های این سفید شیر که با اون جفتش که ماده است، یک قد سفیده یک قد سیاه، جوجه هاش هم از تخم مادن بیرون. نگاه کنید جوجه هاش زیرش هنوز چشماشون باز نشده. جوجه ها الان زیر مادرشونه که باید گرم نگهشون داره. اینم پدرشونه که سفید شیر نره. این از کفترهای دیگه. این تخمای این هنوز جوجه نشده، هنوز روشون نشسته. نمیدونم تخماشون خراب شده یا جوجه میشن، هنوز معلوم نیستش. حالا تا هفته آینده میذاریمشون. اگه جوجه شدن که شدن، اگه نشدن که چی، باید بندازیمشون بیرون. فکر کنم خراب شدن. اونم که به سلامتی جوجه شدن، اونم که سوسکیه. تا کلیپ بعدی دوستان، به امید دیدار.